بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مکانیک کوانتومی دو خدمتتون ارائه میکنم. در فصل سوم بودیم، جلسه نهم هستیم. داشتیم نظریه تکانه زاویه‌ای رو بررسی میکردیم. میانگین آنسامبلی چگالی رو خدمتتون گفتم و عملیگر چگالی رو. یه چند تا نکته به نظرم رسید که تحت عنوان جمع‌بندی این بحث، چون نگاه کردم هر جا رو ندیدم که کس دیگه ای در حقیقت توی این بحث تو کتابای دیگه غیر از ساکورای کس دیگه کلا بحث کرده باشه. در نتیجه بهتر دیدم که یه چیز دیگه هم به این مبحث اضافه کنم تا این مبحث هم از اون ابهامش و اون گنگ بودنش خارج بشه. خدمتتون عرض کنم که این بحث رو ما با آنسامبل شروع کردیم. آنسامبل اونطوری که تعریف کردن از کنار هم یه سیستم دیگه، کنار هم جمع شدن یه سیستمی که همشون مثلا میتونیم با کت نشونش بدیم. در حقیقت ما سه نوع آنسامبل داریم. آنسامبل آمیخته داریم، آنسامبل خالص داریم و آنسامبل نیمه آمیخته یا مثلا ترکیبی از دوتا باشه، چون میدونید یه حالت فازی داره این قضیه. چیزی که بگم خدمتون توی این بحث، ببینید آنسامبل در حقیقت مجموعه ای از سیستم های فیزیکیه. اینطور تعریفش میکنن، مجموعه ای از سیستم های فیزیکیه که به طور یکسان کنار هم جمع شده باشن. این تعریف یعنی چی؟ به طور یکسان کنار هم جمع شده باشن منظورش چیه؟ مجموعه ای از سامانه های فیزیکی که به طور یکسان کنار هم جمع شده باشن. ببینید فرض کنین که ما یک گروه موسیقی کلاسیک داشته باشیم. توی دو گروه های موسیقی کلاسیک خیلی این قضیه مشهود تره. فرض کنید یه گروه موسیقی کلاسیک داریم و خب گروه های موسیقی کلاسیک از یه سری سازبندی ها دارن دیگه. یه ارکستر در حقیقت تصور کنید، یه مجموعه از سیستم های فیزیکی، مجموعه از سازهای مختلف. این میخوام شکل بهتون نشون بدم. این شکل یک آنسامبل، در یک آنسامبل موسیقی کلاسیک. اینجا رو ببینید، اینجا ویولون اولا نشستن، اینجا ویولون های دوم نشستن، بعد سازهای بادی به این ترتیب، به این ترتیب، به این ترتیب. ویولاها که یه مقدار صداشون از ویولون ها بمتره، ویولونسل ها و کنترباس ها یا دبل باس ها و سازهای کوبه ای این گوشه، یه پیانو این گوشه. ببینین تعداد داره دیگه، یه تعداد از ایناست، یه تعداد از این. خب که این در نهایت تشکیل چی میده؟ تشکیل یه گروهی رو میده، به این صورت که یه نفرم در حقیقت رهبر گروه هست. حالا من به شما میگم کم کم اینها شباهتش با اون کاری که ما میخوایم بکنیم در چی هست. خیلی پایین شروع کنم. اجازه بدیم که ببینین همه ی حرفی که در این فصل میخواستیم بگیم، همه حرفی که این کتاب ها دارن میزنن اینه که آقا ما تا الان به چی رسیدیم؟ به یه فرمول، به یه در حقیقت یا بهتر یه فرمولاسیون خاصی رسیدیم از مکانیک کوانتوم. اما میخوایم در این فصل
و در این بخش نشون بدیم که این فرمولاسیون و این نوشتار کامل نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم همه سیستم ها رو توضیح بدیم. فرض کنین که نوازنده ها بیرون از سالن یا بدون رهبر گروه همه اینجا هستن. نوازنده ها همه اینجا هستن. از اینجا نوازنده ها با سازهای مختلفشون، با ذهنیات مختلفشون، با مهارت‌های مختلفشون خارج میشن میان این به طرف کجا میان؟ به طرف رهبر گروه میرن. رهبر گروه یه قطعه خاصی رو انتخاب کرده و اینا رو راهنمایی میکنه با حرارت دادن این مثلا، با مهارت‌های اینها رو به کار میگیره و یک شکلی رو به این صورت مثلا اینجا و اینجا تشکیل میده. این میشه موسیقی نهایی. حالا این شباهتش با کار ما چیه؟ ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که اینجا ببینید این رهبر گروه یه آهنگ خاص به اینا میده دیگه. ما میخوایم بگیم که آقا اینجا اتم های نقره رو که من در کوره آزمایش اشتینگلاخ گرم کردم، اینجا که خارج شد، اینجا همه قطبش ها وجود دارن و وقتی که وارد آهنربای دستگاه اشتینگلاخ میشه، آهنربای دستگاه اشتینگلاخ چیکار میکنه؟ مثلا هست اشتینگلاخ در مثلا ایکس های در جهت ایکس، همه این اتم ها رو میچرخونه در جهت ایکس، همه قطبش ها رو دونه دونه مثل یه خط کارخونه است میچرخونه در جهت مثلا اسپین ایکسشون میاره و این تصویر رو بر حسب اسپین بالا و پایین اینجا تشکیل میده. ما پس دو تا آنسامبل میتونیم تشکیل داشته باشیم، قبل از دستگاه و بعد از دستگاه. اینجا اگه یک بذارم، اینجا هم دو، همه ی حرف و سخن ما اینه که آقا ما تا الان هر چی فرمول نوشتیم برای دو بوده، یک رو هنوز نتونستیم کاریش بکنیم. به خاطر همین اومدیم از مکانیک آماری استفاده کردیم تا بتونیم برای یک هم معادلاتی رو در نظر بگیریم. در نتیجه قسمت یک رو اسمش رو میذارن، بذارید برعکس بگم، اینجا رو اسمش رو بذارم یک که تا حالا بررسی کردیم، اینجا رو اسمش رو بذارم دو. در نتیجه قسمت یک رو اسمش رو که بعد از دستگاه بود اسمش رو میذارم آنسامبل خالص. آنسامبل خالص در حقیقت تعریفش چی بود؟ تعریفش این بود که اون تعریف تعریف مثلا روی این بحث ارکستر موسیقی، مثلا آنسامبل خالص یعنی اینکه همشون یه قطعه رو بزنن، همشون در یک جهت خاص باشن، درسته؟ همشون چرخیدن در جهت ایکس قرار گرفتن. بنابراین آنسامبل خالص رو میتونم مثلا بگم به جای، ببینید این بالا به جای نوازنده ها، اگر این ماشین اشتینگلاخ اینجا بگم که ماشین اشتینگلاخ مثلا یکی از قطعات، مثلا یکی از موومان های بتوونه،
این میچرخونهشون به سمت این قطعه خاص و اینجا تصویر تشکیل میده. اینجا هم به همین صورت، اینجا هم در نتیجه به من میده اشتینگرلاخ ارزم حضورتون اسپین x مثلا در جهت مثبت و اسپین x در جهت منفی. یعنی یه کت حالتهای خاصی به من میده. در نتیجه بهش میگیم آنسامبل خالص. بنابراین میتونم که آنسامبل خالص رو به صورت اینکه مثلا بگم کت آلفا از اینجا برابر باشه با یه ضریبی در اونهایشون که به سمت بالا هستن به علاوه یه ضریبی از اون کت هایش که به سمت پایین هستن. اما برای بحث آنسامبل آمیخته نمیتونیم همچین چیزی بنویسیم برای سمت قبل از دستگاه. فرمول بندی مکانیک کوانتومی به دلیل در نظر نگرفتن همه قطبش ها ناقصه. یعنی اینجا که همه قطبش ها هستن این قسمت رو میگیم فرمول بندی مکانیک کوانتومی برای این قسمت ناقصه. من نمیتونم اینجا برای همه قطبش ها این کار رو انجام بدم. خب این ضرایب رو معمولا چجوری می نوشتیم؟ تو فصل 1 به دست آوردیم این ضرایب رو، گفتیم سی پلاس پلاس سی ماینس ماینس. من این ضرایب رو نسبتش رو توی یکی از تمرین های فصل قبل به دست آوردم. اگر بنویسم اینجوری پاسخش اینجوری بود که کوسینوس بتا دوم روی ای به توان آی آلفا سینوس بتا دوم. حالا این خلأ رو من چطوری میتونم پر کنم؟ میام مفهوم جمعیت نسبی رو تعریف میکنم. جمعیت نسبی به صورت قسمت دومش، اینم بگم اول، قسمت دوم برای آنسامبل آمیخته که شامل همه قطبش ها است. خب بیام مفهوم جمعیت نسبی رو تعریف میکنم. میگم که جمعیت نسبی یه چیزی ما توی مکانیک آماری داشتیم اگه خاطرتون باشه، جمعیت نسبی رو هم با اومگا آی نشون میدم. تو مکانیک آماری انرژی کل سیستم داشتیم. انرژی کل سیستم چی بود؟ بود ای بزرگ برابر با مجموعه ای که جمع رو آی ها باشه از n آی ها اپسیلون آی ها. این یعنی چی بود؟ این مثلا در یک سیلندر گاز اگر مثلا 100 مولکول داشتم، که البته اینجوری نیست، از مرتبه عدد آووگادرو هستن اینا، 6 خورده ضرب در به توان 23 اینا هست. حالا دقیقا عددش رو یادم نیست، عددش رو اینجا ننوشتم. عدد آووگادرو اگه فرض کنیم مثلا 100 تا هست، من اینجا میتونم بگم 25 تا گاز 1 ژول دارم با انرژی 1 ژول به علاوه مثلا 37 تا گاز دارم که مثلا انرژی 3 ژول داره، یا همینجوری الاخر تا اینکه بشه 100 جمعش و تعدادش این تعدادها باید در نهایت 100 بشن که انرژی کل به من بده. حالا اینجا من دقیقا همین کار میکنم، میگم جمعیت نسبی، مفهوم جمعیت نسبی هم یه همچین حالتی داره و مجموعه این جمعیت نسبی
باید برابر باشه با 1. جمعیت نسبی مثلا چی هست؟ مثلا بعد از اینکه از کوره بخار ارزان حضورتون چیز خارج شد، بخار نقره خارج شد، اینجا میتونم بگم که آقا مثلا اگه 100 تا هستن، 15 تاشون در جهت مثلا اس ایکس هن، به علاوه مثلا 25 تاشون در جهت اس وای هن فرض کنیم، به علاوه مثلا 60 تاشون در جهت اس ان هستند که اصلا در جهت تا نباشه. به همین صورت این باید مجموعش در نهایت بشه 1 یا 100%. همه حرفی که میخواد بزنه در اینجا همینه. چرا این فرمول بندی ناقص شد؟ پس به این علت که وقتی که بعد از گذشتن از آهنربا ببینید اینجا چه اتفاقی افتاد. بعد از گذشتن از آهنربا پرتو شکافته شد به 2 قسمت. درسته؟ یعنی شد مثلا اینجا اگر برای SX ها باشه به چرخونه سمت SX میشه SX پلاس و SX ماینس. خب یعنی چی؟ اینم پرتوهایی که دارن از به این سمت. خب این یعنی چی؟ یعنی این که جمعیت نسبی این سمت رو من دقیقا میدونم 50% اومگا پلاسه و اومگا ماینسش هم 50%. یا ترکیبی از این دوتاست ولی کاملا برای ما مشخصه. اما این سمت همه قطبش ها رو دارم. این فلش ها رو 3 بعدی فرض کنید، بعضیش از صفحه خارج میشه و بعضیش وارد صفحه میشه. اما برای اینجا نمیتونم این کار رو بکنم. در نتیجه برای اینجا میام جمعیت نسبی رو مثلا میگم برای این تعداد این جهتیه رو میشمارم، میبینم که n1 تا از این s دارم، به علاوه مثلا n2 تا اینو 2 بذارم n2 تا از این s پرایمه دارم، به علاوه همینجوری. کل بحثی که تا الان در جلسات گذشته گفته بودم در این زمینه همین هست و چیز بیشتری از این هم نیست. عملگر گفته بودم جلسه قبل و خیلی سریع انشالله در کلیپ بعدی میریم در مورد تحول زمانی آنسامبل ها با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم که تا اینجا گوش دادین. لایک و کامنت فراموش نکنین. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.